33-مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را به مردم سربلند تاجیک مبارکباد میگویم. در این فضای تنج و آرام کشور برایتان خانه آباد، زندگی آسایشته، بخت سفید و موفقیت های بی‌نظیر را تمنا دارم. استقلال روزی تاریخی و فراموش نشدنی است. روز استقلال روزی است که مردم تمدن آفر تاجیک استقلال کامل خیش را به دست آوردند. البته در عرصه تاریخ تاجیکان صاحب امپریاهای بزرگ بودند، ولی تاجیکستان پاره از آن بر ماست.